Шукурова Мадина, васит аз суди миҳнаи умумии рақами 19. مدینه احمدова خواننده صنف نهمی مؤسسه تعلیمی رقمی 17 شهر خوجند صاحب استیپندی رئیس شهر گردید و میگوید در روز تجلیل عید جوانان این غالبیت برایش بهترین هدیه است، زیرا بین 3 نفر هم مکتبانش که در آزمون اشتراک کرده بودند تنها به او پیروزی میسر گردید. مدینه بار اول در آزمون مذکور شرکت نمود و برابر دیگر داوطلبان از روی 2 بخش برآمد نموده غالب دانسته شد. آزمون از روی 2 بخش گذرانده شد. یکمینش نوشتن اسه بود و دومینش باشد سوال و جواب از روی تستی بود. 100 سوال از هر گونه فنهای تعلیمی آمده بود و در آزمون بسیار خوانندگان اشتراک نموده بودند و از مؤسسه ما باشد 3 نفر خوانندگان اشتراک نمودند و من در آزمون غالبیت به دست آوردم. برابری مدینه احمدова 100 نفر خوانندگان، دانشجویان و جوانان فعال شهر صاحب استیپندی رئیس شهر خوجند گردیدند. مراسم سپاریدن استیپندیه صبح امروز سنه 23 می در کاخ سعودیان با اشتراک رئیس شهر فردوس شریفزاده دایر گردید. رهبری شهر ضمن برآمدش جوانان را با روز عیدشان تبریک نموده تاکید داشت که امروزها توجه دولت و حکومت خصوصا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به این قشر جامعه بیشتر گردیده است. رئیس شهر فردوس شریفزاده از زیاد شدن دستاورد و کامیابی‌های جوانان شهر اظهار خوشنودی نمود. تاکید گردید که شرکت دانشجویان در آزمون‌های فنی و کارهای علمی در مقیاس جمهوری و بیرون از آن، اشتراک خوانندگان در کنفرانس و همایش‌های علمی و المپیادهای وطنی و خارجی از دستاوردهای نظررسی جوانان محسوب می‌شود. واقعاً هم جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان نیروی پیشبرنده، وارثان اصیل و ارزنده ملت و دولت و سازندگان امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال میباشند. به همین خاطر حکومت مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی، ولایت و شهر غمخواری را نسبت به نورسان و جوانان من بعد نیز ادامه بخشیده و این نیروی توانای کشور که مرز و بوم تاجیکستان را حمایه میکند، کشور را آباد و زیبا میگرداند و نام وطنی اجدادی را باز هم بلند میبردارد، همیشه تکیه می‌نماید و برای دستگیری اقدامات بنیادکارانه جوانان کشورمان تمام چاره‌های ضروری را عملی می‌گرداند. به دانشجویان و خوانندگان فعال در عرفه تجلیل روز جوانان استیپندی رئیس شهر خوجند در حجم 1000 سومانی تقدیم گردید. فردوس شریفزاده به غالبان آزمون شهادتنامه و استیپندیه را سپاریده جوانان را بازهم به علم و دانش آموزی دعوت نمود. گیرندگان استیپندی رئیس شهر هم از تشکیل چنین آزمون‌ها اظهار خوشنودی نمودند. آنها بر آن نظرند که این گونه اقدام‌ها دانشجویان و خوانندگان را بازهم به خواندن و علم آموختن دلگرم نموده، اینچنین برای بلند برداشتن سویه دانش آنها مساعدت می‌نماید. من از این خیلی خرسند شدم و باز امسال نیز حرکت میکنم که در آن باز خیلی خوبتر نیز اشتراک کنم. امکانیت می‌دهد که برای همه هم باز روح بلند شود و در آن حرکت کنند که خوانندگان باز هم یا اینکه دانشجویان در آن باز خوبتر اشتراک کنند. تشکیل آزمون استیپندی رئیس شهر بین خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی و مکاتب‌های عالی به حکم عنعنه درآمده است و همه ساله در عرفه تجلیل روز جوانان گیرندگان استیپندی معین و قدردانی می‌شوند. تاکید گردید که اقدام مذکور به خاطر قدرشناسی جوانان فعال و احترام نسبت این قشر جامعه عملی کرده می‌شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.